امروز صبح یه خبر خیلی بد گرفتم در راستای بیزنسم. خبری بود که چند ماه منتظرشم و خیلی روش کار کردم که به این نقطه برسه، ولی خب نشد. همیشه فکر کردم خب قدم بعدی من چیکار می‌خوام بکنم، چون اصلا یه جور دیگه ذهنم رو تجسم کرده بودم. ترس داشتم چون یه قدم بزرگتری بود واسه حرفم، ولی بعد اتفاقاتی که افتاده الان دارم فکر می‌کنم خب چه شکلی میشه. آیا من قراره گیواب کنم؟ قطعا نه. مسیرایی رو که میریم و یه جایی برامون روشن میشه که آقا این داره خودش رو نشون میده که احتمالاً اگر همینو ادامه بدی موفق تر میشی. اونا جاهاییه که باید آدم مثل اینجوری بگیرتش. ازم میپرسن پشیمون نیستی که مثلا معماری خوندی؟ من میگم نه، اکچولی من چقدر خوشحالم که معماری خوندم. قطعا سمایی که الان می بود بدون معماری نبوده. فکر مراحلی که تو زندگیم رفتم، چه مرتبط چه غیر مرتبط، همه رو من اپریشییت میکنم. همه چیز به اون نوع نگاه ما بستگی داره. الان بیام یه عینک نارنجی رو صورتم ببینم، دنیا همونه، ولی من دارم همه دنیا رو نارنجی میبینم. تغییر اون دیدمون یک مسیرهای جدیدی برامون باز میشه که اون مسیرها ما رو میتونه به یه جاهای جدیدتری ببره. اعتماد به نفس باید روزانه تقویتش کرد. مثل یه آتیش دیگه، این آتیش کمسوز میشه و دوره توش چوب میندازی، زغال میندازی، دوباره گر میگیره و شعله ور میشه. ایده‌ام برای من اینه که من دونده هستم، حتی اگه الان بار دارم و دارم 2-3 ماه نمیدوام. تو این شرایط بگذرونی، دوباره میتونی که 10 کیلومتر بدوی.